ریت‌های افزاینده عمان به مسجدهای مسلمانان در اطراف مسکو به موج واکنش‌های شدیداً منفی در بین مسلمانان روبرو شده است. روز هفتم یولی سال 2023 نیروهای عمان وقت نماز جمعه به مسجد شهر کتلنیکی ولایت مسکو حمله آورده با کفش‌های چرکین خود بالای قالین‌های مسجد برآمدند. این قالین‌ها همچون جای نماز استفاده می‌شوند و باید پاک باشند. بی‌ادبانه بالای قالین‌ها پای ماندن نیروهای عمان و رفتار تحقیرآمیز آنها نسبت به نمازگزاران موج انتقادها را به بار آورد. در پی ریدهای اخیر عمان به مسجد شهر دزرژینسکی، رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادروف با یک لعن تند رفتار پلیس را به باد انتقاد کشید و بی‌ادبی، حمله راهزنانه و اغوا در عقبگاه نامید. من رفتار غیر کسبی و پرخاشجویانه کارمندان مقامات حفظ حقوق را همچون اغوا در عقبگاه با مقصد خراب کردن پایدیوار صلح و آشتی بین ملت‌ها مینامم، نوشته است رمضان قادروف در تلگرام. بدون شک و شبهه چنین رفتار بی‌ادبانه و بدون احترام نسبت به نمازگزاران هنگام عبادت را یگان کس نمیتواند همچون یک امر معمول قبول کند. اگر کسی قانون‌های مهاجرت را ویران کرده باشد، مرحمت دقیق، مشخصا و به طور کسبی تعقیبش کنید. چنین اعمال بدون رعایت مقررات بیشتر به حمله راهزنانه مانند است و باید جزا داده شود، افزوده است در مراجعتش رمضان قادروف. او گفت به وکیل دومای دولتی چچنستان ادم دلیمخانوف دستور داده است که تا این مسئله را بررسی کند و دلیمخانوف علاقه با والی ولایت مسکو اندری ورابیوف رید جنجال برانگیز عمان را در میان گذاشته است. مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو گفت روز 15 ایول علاقه یک روز بعد حمله عمان به مسجد دژرژینسکی به داستان کل روسیه شکایت برده خواستار از لحاظ تغییر اعتقاد دینی مسلمانان تحقیق کردن رفتار عمان شدند. سخنگوی مفتیات ولایت مسکو استانیسلاو تکاریوف به کانال پادیوم گفت دادستانی کل تا حال به این شکایت‌های آنها پاسخ نداده است. نیروهای قدرتی به عبادتگاه حمله آورده کوشش کردند که مانع برگزاری نماز جمعه، یک نماز برای مسلمانان فرضی شوند. آنها با کفش‌های خود قالین‌های مسجد را زیر پا کردند که طبق قوانین اسلام کاملا ممنوع است. قانون‌های کنستیتوسیونی مسلمانان را پایمال کرده در جامعه گوناگون ملت و گوناگون دینی روسیه تشنج ایجاد می‌کنند. رهبر جمهوری نیز مسلمان نشین داغستان روسیه سرگئی میلوکوف اظهار امید کرد که به رفتار کارمندان نهادهای قدرتی بهای لازمه داده خواهد شد. روزگوارد که امور عمان نیز در دست همین نهاد است. چنین واکنش تند و دخالت رهبران جمهوری مسلمان نشین روسیه به خصوص رهبر چچنستان رمضان قادروف که به کرمل و از جمله به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نفوذ تاثیر را دارد انتظار نداشتند و به صورت فوری توسط وکیل خود در دومای دولتی الکساندر خنشتین اعلام کردند که گویا رید اخیر در مسجد شهر دژرژینسکی کار عمان نبود، اما اکثر این را همچون کوشش روزگواردیا و عمان برای فرار از جوابگری می شمارند. اگر این سلاح به دستان با نوشته عمان در پشت هر کدامش از عمان نبودند، پس این ماسکش‌های اغوا برانگیز را در کنار پایتخت روسیه کی تشکیل کرد؟ نخود اینها دیورسانت‌ها از اوکراین بودند که لباس عمان را پوشیده این کار را کردند. با کنایه می نویسند در شهرهای خود مسلمانان به خشم آمده ساکنان روسیه